یه سری هستن که کلا نمیترسن، یه سری هم هستن که میترسن ولی کنجکاوی زیاد کار دستشون میده. چیزهای ترسناک تو این دنیا زیاده. امروز اومدیم داستان‌های ترسناک که شما با هم دیگه گوش بدیم، 4 تاشون رو ببینیم که دنیا دست کیه، چه خبره و این دنیای فراتبیه چی میگذره. خوش اومدین به این ویدیو. آقا چه خبر؟ خوش اومدید. ویدیو با هم دیگه شروع میکنیم. همیشه چیزای ترسناک تو این دنیا زیاد بوده، همیشه یک چیزهایی بوده تو این دنیا که ما رو ترسونده. شاید تجربه شخصی خودتونم باشه، تجربه شخصی منم بوده. حالا تو ویدیوی بعد واسهتون توضیح میدم. تو این ویدیو میخوایم بررسی کنیم 4 تا از داستانی که بچه‌ها فرستادن و یکیشون هم که فکر کنم یک پیجه، حالا پیجش هم میذارم براتون، که کلا کارش اینه که داستان‌های ترسناک داخل اینستاگرام از من و شما یا هر کسی که این چیزها براش اتفاق افتاده رو آپلود میکنه و با یک گرافیک قشنگ توضیح میده. بریم سراغ اولین ویدیو. یه زبونم گرفت. ببینیم چه خبره. 99% اتاق فرارا حداقل تو ایران جن داره. نمیدونم شما با این حرفش موافقین یا نه. واسه من بنویسین داخل کامنت اگه همچین حرفی که ایشون زدن خانم زد و که 99% این اتاقا به این شکل از داستانش واقعی یا نه. پس من تو کامنت ها بنویسین، ولی از نظر خودم امکانش خیلی زیاده. حالا جلوتر بهتون توضیح میدم. من رفتم یه اتاق فرار. توی اون بازی یه پسر بچه‌ای بود. یه پسر بچه خیلی نرمال، نه شاخ داشت نه دم داشت. اکتور بازی بود. خیلی سکانس ها ما رو ترسوند. 2 تا اکتور دیگه به غیر از اون پسر بچه بودن. اونا رو مثلا ما خیلی کمتر دیدیم. اینو خیلی بیشتر این پسر بچه رو ما دیدیم. هممونم دیدیمش. ما یه گروه 6 نفره بودیم. هممون دیدیمش. هممون هم ازش اکت خوردیم. هممون هم ترسید. بعد اتاق فرار یه حالتی داره اسم بک زدن که بعد یه نفر یه مسیری که اول با اکیپش اومده بعد تنهایی برگرده. من توی اون مسیر بک زدن 4 بار اکت خوردم. 4 بار رو این پسر بچه به من اکت زد. من اون 2 تا اکتور دیگه رو ندیدم. فقط این پسر بچه رو می‌دیدم. از بازی که اومدیم بیرون، خب ما عمدتاً تشکر می‌کنیم از عوامل بازی که زحمت کشیدن 1 ساعت و نیم ما رو ترسوندن، بازی ران کردن. اکتور، گیم مستر، همه عوامل بازی اومدن با ما سلام علیک کردن. بعد که یکم صحبت کردیم یه چند دقیقه گذشت، من بهشون گفتم که این اکتور کوچولوتون کجاست؟ خیلی از همه قوی‌تر بود توی بازی. اصلا یه همچین اکتوری وجود نداشت. بچه اول بگم که این ویدیو واسه پیج میدنایت تهرانه. کلا کارشون تو سبک پادکست و این چیزا هستن. ایشون هم خانم جهانی هستن که حالا اینفلوئنسره و داره در مورد تجربه اتاق فرار میگه. یک چیزی که هست، حالا چیزی که من خودم به اصطلاح میدونم اینه که هر جا که ترس باشه، هر جا که موجب امواج منفی زیاد باشه، هر جا که به اصطلاح دلشوره و استرس زیاد باشه، این اتفاقا بیشتر میفته. و همونطور که میدونیم اتاق فرار اصلا خاصیتش همینه. به خاطر همین چرا که نه، به نظر من، حالا نمیدونم داستانشون واقعی یا نه، این احتمالی که تو اتاق فرار مثلا این اتفاق بیفته خیلی بیشتره تا مثلا جاهای دیگه توی سطح شهر. چون که خب شما تو اتاق فرار میرین به شدت همتون استرس دارین، به شدت حالا بنابر اون سناریویی که پیاده میشه امواج منفی و تاریک دور براتون جمع میشه. به خاطر همین امکانش به نظر من تو این شرایط هست و واقعا این داستانی که گفتن، حالا چون که به نظر من نیومده بگی کدوم اتاق فرار رفتم که مثلا بگی من نه این اتاق فرار ترسناک و اینجور چیزها میشه، به نظر من امکان پذیر هست. ولی دوست دارم باز اگه شما تجربه‌ای داشتین توی اتاق فرار به این شکل، بیان داخل کامنت ها بگید که ویدیوشو بسازم، چون که میخوام با خود شما هم مصاحبه کنم در این زمینه و ببینیم که داستان چیه. بریم سراغ ویدیو بعدی. این چقدر بزرگه. صدا رو میبینی؟ صدا عروسیه، به ناموسم صدا عروسیه. ترسناک وایتی بکنم واسه یوتیوب دیگه. در یکی از کاروانسرای اطراف لرستان. عروسیه. صدا عروسی داره میاد اون تو. واو. میشنوی؟ آره این صدایی میاد. بریم با مندل بزنیم، انقدر بزرگی. یا اول میگرسی. اون چیه ببین بایسته زوم کنم باشه. ایناش چیه؟ یه من ویدیو پاس کردم ببینیم.
من چیزی متوجه نمیشم. یه ذره بریم جلوتر. آره یه سایه شبیه حالا سایه انسانه، ولی خب از اون فاصله که من دارم میبینم قد و هیکلش خیلی بیشتره، بزرگتر. وای ببین اتو دوربین من، ببین اتو دوربین من، ببینش. نمیدونم، چیزی که هست همیشه از بچگی شنیدیم بین راه توی حالا حمومای متروکه، حالا کاروانسرای‌های متروکه این موجودات زیادن. و حالا چیزایی که حالا میگن خود قرآن هم گفته این چیزها که حالا وجودش رو تایید کرد و گفتن که مثل انسان‌ها زندگی میکنن ولی با انسان‌ها هیچ وقت برخورد نمیکنن. حالا چیزی که من میدونم میگیم، ولی خب اینم یه فیلمیه، نمیدونم این فیلم صداگذاری شده یا چیز دیگه، ولی الان تو دورانی از تکنولوژی هستیم که به فیلم هم نمیشه اعتماد کرد. به نظر من داستان قبلی که اتاق فرار بود از این محتمل تره، با اینکه همه چیز این به اصطلاح رو پرده بود هم تقریبا خود پنجرم بود ترسیدم همه چیز این با عقل جو در میاد. یک حالا کاروانسرای متروکه این اتفاقی که میفته، ولی این که شما دیدید و تونستین فیلم بگیرید واسه من طبیعی نیست، چون که میگن تصویر برداری نمیشه ازشون کرد. حالا نمیدونم باز. به هر حال بریم ویدیو ده. این ویدیو من پلی کنم ببینیم. بنی کافه واقعا کارش درسته، میاد داستان‌های ترسناک شما رو حالا به صورت یک صدای هوش مصنوعی فکر کنم باید صدای هوش مصنوعی بشه، میاد درست میکنه میذاره داخل پیجش و باحال بود. مثل من باحال بود. داستانش هم خیلی این داستان که نیست، یک راهنماییه، ولی من چون با این موضوع خیلی درگیر بودم یک زمان. حالا بهتون گوش کنید. چهره‌ام رو بگیر، زمانم رو قرض کن، هر کاری من میکنم تو هم بکن تا وقتی که پس بگیرم. بعد قدم زنان دور شو، سعی نکن ببینی پشت سرت چه اتفاقی میفته. چند روز بعد شاید مردم بگوین شما رو جایی دیدن در حالی که آنجا نبودی، یا بگوین کاری رو قبلا کردی. نمیخوام پخش کنم دیگه بیشتر از این که مثلا چیکار باید بکنی این چیزها، ولی در خصوص همزاد اصلا سمتش نرید، چون که یک موجودات به شدت حسود هستن و حالا همه چی اوکیه تا زمانی که شما عاشق بشید. وقتی که عاشق باشید هر کاری میکنن تا به عشقتون برسن و من اینو تجربه کردم. کلی هزینه دعانویس و این چیزا دیدم میکنن برای این اتفاق که دورش کنن این همزاد و مو به تنم سه شد. اصلا سمت این قضیه نرید، نمیارزه، واقعا نمیارزه. بعضی ها اصلا که از بد به تولد این باشونه، یعنی همزاد از بد به تولد باشون هست و به شدت ترسناک، به شدت. این کلیپر متوجه نشدم واسش، ولی موجودی که حالا کله شیپور نمیدونم اسم خارجی شیپور، یک شیپوری به اصطلاح سرش هست، یه موجودی که میگن با این شیپوری که رو سرش هست داخل جنگل ها میاد به اصطلاح صدای آشنایان یا کسایی که حالا شما میشناسید یا کسی که مثلا کمک بخواد این چیزا رو پخش میکنه و شما فکر میکنید که مثلا نزدیکتون، آشناتون، دوستتون به کمک نیاز داره، میرید داخل جنگل و با این هیبت و با این اندازه واقعا هیچ کاری نمیتونید بکنید. این داستان بیشتر اروپاییه و مربوط به غرب میشه، غرب بیشتر حالا توی شمال اروپا است، اسکاندیناوی این چیزا فکر کنم یادم بیاد ازش، چون خیلی در موردش خوندم و اصلا نمیشه موجودات ترسناک اونا رو با موجودات ترسناک شرق و خود ما مقایسه کرد. واقعا داستان‌های ترسناک، موجودات ترسناک شرقی یک چیز دیگه، یعنی اروپایی ها، غربی ها اصلا نمیتونن به پای ترسی که شرق میده برسن
به خصوص توی ایران، جنوب ایران داستان‌های ترسناکش خیلی بدتر از شمال ایران و باید ریشه یابی دقیق حالا تو یکی از ویدیومون با هم دیگه میشینیم این کارو میکنیم بکنیم که چرا واقعا تو این مناطق داستان‌های ترسناک به این شدت بیشتره. حالا درسته که خرافات و حالا به اصطلاح عقاید و موضوعات دینی و مذهبی این طرف هم بیشتره که 100% ربط هم داره، ولی واقعا این سمتا به شدت داستان ترسناک خفن تری. نمیدونم راجع به این اطلاعات بیشتری ندارم چون که بیشتر دوست داشتم همین شرقی کار کنم و سمت خودمون چیزا مثل آل و موجودات ایرانی دنبالشون باشم. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم، ویدیو آخرمونه و کم کم داریم هم دیگه این حس بدن رو میدیم تو این ویدیو. واقعا یه ذره تو این ویدیو من حالم بد شد چون زیاد نمیدونم سمت این چیز جدیدم. وای 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 همین جایی که بگم که پرهام کارش خیلی درسته، واسه هر ویدیوش واقعا زحمت میکشه. ویدیوهاشو من خودم گوش میکنم، فالوش دارم، خیلی کار درسته واقعا واقعا واقعا، یعنی خیلی دارم ازش تعریف میکنم. آره اپیزودهای داستانهای ترسناک شما به شدت هوپر شده، یعنی میاد از فالووراش، از کسایی که باش در ارتباطن، تو کامنت ها داستانهای ترسناکشون رو میگیره، ویدیوهای ریلز های اینستاگرام درست میکنه با یک ظرافت قشنگی و یک حالت قشنگی که اون حس ترس رو به من و شما هم القا کنه. حتما پیجشو من این زیر میذارم، از ادیتور خفنمون میخوام که این زیر بذاره، برید پیجشو فالو کنید، کارش بسیار بسیار درسته. بریم ویدیوش ببینیم. داستان ترسناک شما قسمت 19. داستان‌های ترسناک شما قسمت 19. من تنهایی توی آپارتمان کوچیک زندگی میکنم و شغلم جوریه که همش باید پشت کامپیوتر باشم و معمولا همیشه تا آخر شب کار میکنم. یه شب خیلی سردرد عجیبی داشتم و واقعا حالم خوب نبود و اون شب رفتم زودتر بخوابم. وسطای شب از خواب پریدم و چشممو که باز کردم دیدم یه دختری با موهای بلند پشت کامپیوترم نشسته و پشتش بهم بود و نمیتونستم ببینمش. یه جوری بودم و انگار به زور چشممو باز نگه داشته بودم. یه جا که چشممو به زور باز کردم انگار روم نشسته بود و هی پلکام سنگین‌تر میشد تا جایی که غیب شد. اون شب دیگه نتونستم بخوابم و تقریبا 1 هفته سردرد داشتم و موقع خواب استرس داشتم که دوباره نیاد سراغم. نکنه الان این داستانشو گفت بچه‌ها، یه چیزی که هست، یه اتفاق ترسناک واسهتون میفته، حالا چه واقعی چه توهم چه خواب، توی یک سنی خیلی تاثیر میذاره. من بچه بودم یک خواب به شدت بد دیدم. خواب دیدم که داره از آسمون حالا اعضای بدن انسان میرسه پایین و حالا تو اون اکیپی که بودیم توی خواب از یکیشون پرسیدم اینا چیه داره میریزه، بعد گفتن که مثلا اعضای پسر خداست. اصلا نمیدونم چرا خوابو دیدم، ولی اون صحنه خیلی خشن و ترسناکی که تو خواب من دیدم باعث شد که من حدود 6 ماه نتونم درست حسابی بخوابم. تو اتاقم تنها میخوابیدم و به هر روشی بود یه وای پیدا میکردم که مثلا برم که با مامانم بخوابم، اونم که نمیذاشتن، منم مینداختم بیرون، وایمکی میرفتم زیر پاشون میخوابیدم و خیلی از بچگی دوست داشتم مستقل باشم و این باعث شده بود که من واقعا شبا بترسم. حالا اتفاقی که افتاد تونستم خودم یه ذره جمع جور کنم این بود که شبا یک کتابی گرفتم، داستانای من و بابام، که حتما خوندید خیلیاتون، اگر حتی کتاب تو بچگیتون باشید. خیلی داستانای فانی بود و شاد اون منو از ترس دور نگه می‌داشت. یعنی خودم می‌بردم سمت فان و شادی که از ترس دور باشم و واقعا جواب داد. حالا اگه این ویدیو می‌بینی و درگیر همچین چیزی هستی برو سمت چیزای فان و شاد، مخصوصا تو شب که طبیعتا خوب بشه این حالته. آقا ویدیوی این هفتهمون هم تموم شد. ویدیو به شدت جالب از نظر خودم، باحال بود داستانا. اگه داستان ترسناکی داری، چون که این ویدیو ادامه داره، اگه داستان ترسناکی داری حتما واسه من تو کامنت بنویس. خیلی تو کامنت دارین کم کاری میکنید. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو منو دیدید. تا ویدیوی بعد و هفته دیگه بدرود.